بعضی از بهترین بازیکن‌های تاریخ هیچ وقت حتی به جام جهانی دست نزدن. چطور ممکنه؟ با ما باشید تا با اسطوره‌های آشنا بشید که همه چیز داشتن جز یک جام، اونم جام جهانی است. در این ویدیو با 10 چهره ماندگار آشنا میشیم که نامشون در تاریخ فوتبال حک شده اما هرگز طعم قهرمانی جهانی رو نچشیدن و آخرین نفر یک چهره فوق‌العاده معروفه که کسی فکر نمی‌کرد این جام رو نتونه ببره، اما فوتبال همیشه طبق انتظارات پیش نمیره. تا آخر ویدیو با ما باشید چون نفر دهم شما را شگفت زده میکنه. نفر اول یوهان کرایف اسطوره هلندی و پیشگام فلسفه فوتبال و توتال فوتبال با بازی خلاقانه و هوش بالایش هلند را به فینال جام جهانی 1974 رساند، اما هرگز موفق به قهرمان جهان در جام جهانی نشد. او یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان و مربیان تاریخ فوتبال است. نفر دوم زلاتان ابراهیموویچ، ستاره بیچون و چرای فوتبال سوئد. با بازی در تیم‌های بزرگی مثل بارسلونا و منچستر یونایتد و میلان و پی اس جی، معروف به اعتماد به نفس افسانه‌ای و گل‌های تماشایی، یکی از گلزن‌ترین مهاجمان اروپا با سبکی خاص. زلاتان با تمام افتخارات فردیش جام جهانی تنها افتخاری بود که هرگز به آن نرسید. نفر سوم پائولو مالدینی، مدافع افسانه‌ای ایتالیا و آس میلان. با پشتکار و تکنیک مثال زدنی یکی از بهترین دوران دفاعی تاریخ را رقم زد. چندین قهرمانی لیگ قهرمانان و جام‌های داخلی را کسب کرد. با تمام افتخاراتش جام جهانی تنها افتخاری بود که در آن حسرتی ماندگار بر دلش گذاشت. نفر چهارم رود گولیت، کاپیتان هلند قهرمانی یورو 1988. قدرت بدنی و تکنیک مثال زدنی داشت. عضو کلیدی خط میانی میلان در اوج گلادیاتورها بود. با وجود افتخارات بین المللی، جام جهانی تنها جایزه‌ای بود که هرگز تقدیمش نکردند و نتوانست به آن دست یابد. نفر پنجم روبرتو باجو، خلاقترین و محبوبترین بازیکن تاریخ فوتبال ایتالیا. تا فینال جام جهانی 1994 پیش رفت، ولی پنالتی خاطرانگیزی که به نمودار شکستن قلب‌ها تبدیل شد. همین صحنه‌ای که دارید می‌بینید پنالتی رو زد بیرون. با وجود هنرمند بلامانع خود جام جهانی را از دست داد. او حسرت یک جام را با همان پنالتی جاودانه در دل میلیون‌ها هوادار گذاشت. نفر ششم مایکل اون، پدیده سرعت و انفجار در جام جهانی 1998. زدن گل باور نکردنی برابر آرژانتین همراه با توپ طلای 2001. درخشش در باشگاه‌هایی همچون لیورپول و رئال مادرید. سرعت و طمع گل‌هایش هیچگاه جام جهانی را همراه نبردند. نفر هفتم فرانچسکو توتی، وفادارترین و خلاقترین روح باشگاه روم. حضور در جام جهانی 2006، اما نقش معدود و گاهی مصدومیت. محبوبیت بی‌نهایت بین هواداران گلی روم و ایتالیا. بزرگیش هرگز با جام جهانی کامل نشد، حسرتی همیشگی برایش باقی ماند. نفر هشتم راول گونزالز، گلزن بیرحم رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا. سالها صدر گلزنان تاریخ اسپانیا بود. در سالهای موفقیت بار اسپانیا کنار گذاشته شد با گل‌های تاریخیش، اما جام جهانی را مردانه در آرزوی پیروزی نگذاشت و نتوانست جام جهانی را به افتخارات بزرگ خود اضافه کند. نفر نهم اریک کانتونا، رهبر کاریزماتیک و ستاره منچستر یونایتد در دهه 90. با سبک بازی خلاق، جسور و گاهی جنجالی، چهره متفاوت در دنیای فوتبال بود.
هرگز نتوانست در جام جهانی بدرخشد و حتی در دوران او فرانسه از صعود به جام جهانی 1994 باز ماند. شخصیتی که فوتبال را تغییر داد اما جام جهانی را هرگز تجربه نکرد. نفر دوم که تا اینجا براش صبر کردیم که کسی نیست جز کریستیانو رونالدو، یکی از بزرگترین فوتبالیست های تاریخ، قهرمانی یورو 2016 و لیگ ملت‌های اروپا، گلزن بی نهایت، ولی جام جهانی برایش نوری در دوردست ماند. افتخارات فراوانش، اما هیچگاه آن جام درخشان را به قفسه‌اش اضافه نکرد و نتواند جام جهانی را به افتخاراتش اضافه کنه. به نظر شما کدوم یکی از این بازیکن‌ها نسبت به سایر بازیکن‌ها لیاقت بیشتری داشت که جام جهانی را ببرد؟ لطفاً برایم تو کامنت ها بنویسید.